17 اپریل در مرکز ولایت ختلان شهر باختر با ابتکار وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان نمایش فروش وسیع کتاب‌های تازه نشر مؤسسه‌های نشریوی وزارت فرهنگ برگزار گردید که به یک رویداد مهم معرفتی تبدیل یافت. یارمرکه فروش کتاب‌های بدیعی در دایره اعلام گردیدن سال‌های 2026-2030 همچون سال‌های فرهنگ کتابخانه در ولایت ختلان و جهت آمادگی به آزمون‌های جمهوریوی از جمله فروغ صبح دانای کتاب است و دیگر چاره‌بینی‌های معرفتی راه‌اندازی گردیده در آن نامگوی وسیع ادبیات تازه نشر به ساکنان مرکز ولایت و دیگر شهر و ناحیه‌ها پیشنهاد کرده شد. در اینجا بسیار کتاب‌های بدیعی علمی از جمله کتاب‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به مانند زبان ملت هستی ملت و دیگر نمونه کتاب‌ها در اینجا به نمایش گذاشته شده است و دوستداران کلام بدیع بسیارند و از این کتاب‌ها دیدن نموده خریداری نموده ایستادند و ما بسیار شادیم که در این نمایش فروش کتاب حضور داشته. از اینجا چندین کتاب‌های به خودمان دسترس موافق را خریداری نمودیم. در این تدبیر فرهنگی رهبریت وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان، ادیبان و شاعران، مدیران شعبه‌های معارف شهر و ناحیه‌ها، نمایندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها و دیگر شخصان مسئول اشتراک نمودند. ما بسیار خوشحال هستیم که امروز در ولایت چنین یک چاره‌بینی بسیار مهم فرهنگی رخ داده است. مثل این است که هزاران نور کتاب روشن کرده است. ما می‌بینیم که گروه آدمان میآیند کتاب می‌خرند، کتاب می‌خوانند، کتاب‌های خوانده رو به هم دیگر معرفی می‌کنند و این همان اقدام رئیس ولایت ختلان که سال‌های 2026 2030 را سال فرهنگ کتابخوانی اعلام کرده بود بسیار مؤثر است. حضور دایره وسیع اهلیزیا و جوانان نشان دهنده افزایش توجه جامعه به کتاب و مطالعه ارزیابی می‌گردد. اشتراکچیان ضمن بازدید از نمایش فروش کتاب‌های تازه نشر نظمی و نثری را با نرخ‌های دسترس خریداری نموده برای پورسازی فاند کتابخانه‌های مؤسسه‌های تعلیمی و بلند برداشتن سطح آمادگی خوانندگان و دانشجویان به آزمون‌های جمهوریوی اقدام‌های عملی اندیشیدند. حضور بسیار گسترده که ساکنان ولایت نشان داده ایستادند خود بیانگری آن است که نقش کتاب، مقام کتاب در جامعه ما در پرتو سیاست‌های سازنده پیشوای معظم ملت روز به روز بالا می رود. نشریات ادیب در همین نمایشگاه 130 نامگوی کتاب آورده است. همش کتاب‌های بدیعی که از زمان استاد رودکی شروع می‌شوند تا به معاصران ما را فرا می‌گیرد. هم در بخش نظم است، هم در بخش نثر، هم ادبیات کلاسیکی، هم ادبیات بچگانه. خلاصه از هر دست کتاب‌های بدیعی در این نمایشگاه به معرض دوستداران مطالعه گذاشته شده است. طبق اطلاع مسئولین در نمایش فروش امروزه زیاده 300 نامگوی کتاب‌های تازه نشر نظمی و نثری کلاسیکی و معاصر با تعداد بیش از 8000 نسخه به هواداران کلام بدیع پیشنهاد گردید که فراگیر آثار ادیبان کلاسیک تاجیک و نویسندگان معاصر میباشد. قید گردید که دوام سال جاری از جانب نشریات ادب و عرفان در شهر و ناحیه‌های کشور چنین یارمرکه فروش کتاب برگزار گردیده. این اقدام در جلب قشرهای گوناگون جامعه به خصوص جوانان به مطالعه کتاب و بلند برداشتن معرفت آنها نقش نظررس می‌گذارد. روز به روز توجه مردم به کتاب بیشتر می شود، خصوصا آنهایی که خیلی شوق دارند به مطالعه می آیند و آنهایی که خواهش دارند در آزمون‌های هم منطقوی، ولایتی، شهری و آزمون جمهوریوی فروغ صبحدانه کتاب است اشتراک کنند. آمده کتاب‌های را که برای نامیناسی لازمی خود نامیناسی دوست داشته خود لازمی دارند کتاب را از ما دسترس می کنند. اینچنین تاکید گردید که در آینده نیز نشریات ادب و عرفان در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان نقشه دارند که چنین اقدام‌ها را در دیگر منطقه‌های ولایت نیز راه‌اندازی نمایند تا دسترسی اهالی به ادبیات تازه نشر باز هم بهتر گردیده
محیط سالم معنوی در جامعه تحکیم یابد. مقصد من از خریداری این کتاب‌ها در آن بود که این کتاب‌ها خیلی با من پسند آمد و اینجوری ما از اینها درس عبرت می‌گیریم. کتاب منبع دانش، علم و معرفت میباشد. هنگام کتاب را خواندن ما همچنین هر یک واقعاتی آن را حس می‌کنیم و از آن درس عبرت می‌گیریم. در ادامه چاره‌بینی ادیبان و شاعران با نمایندگان ساحه‌های گوناگون ولایت تحت عنوان فرهنگ کتابخوانی عامل رشد خودشناسی ملی ملاقات سودمند نمودند. در ملاقات مسئله‌های بلند سطح معرفت کتابخوانی، تربیت نسل نورس در روحیه خودشناسی، احترام به ارزش‌های ملی و حفظ میراث فرهنگی مورد بررسی عمیق قرار گرفتند. ضمن سخنرانی راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان ذکر نمود که برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها در بلند برداشتن فرهنگ معنوی جامعه، تقویت ذوق کتابخوانی، رشد تفکر سازنده و تربیت نسل باسواد و دانشمند نقش مؤثر دارد. همچنین تاکید گردید که دستگیری سیاست فرهنگی دولت و تشویق مطالعه میان جوانان یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک فعالیت مقامات به حساب می‌رود. در نوبت خود شاعران و ادیبان نیز اندیشه‌های خود را دایر به اهمیت کتاب و نقش آن در تشکل شخصیت انسان بیان نموده جوانان را به دوست داشتن کتاب، مطالعه پیوسته، احترام به میراث ادبی نیاگان و ایجاد اثرهای ارزشمند دعوت کردند. همچنین در قسمت فرهنگی چاره‌بینی هنرمندان از ایجادیات شاعران معروف سرودها اجرا نموده فضای معنوی چاره‌بینی باز هم رنگین‌تر گردید و به حاضرین روحیه بالیده بخشید.